من هر روز همین محصولات همین خوراکواری را همین بچه‌ها میخرم میگیرم بیچاره همین مرا یاردم میتین همشون همسایه گفته یاردم میکنن شفتالو 10 سوم این سبو. ملکه ظریفова از این بازارچه محصولات نیازی اولیه را میخرد. بازنشسته است. 180 سومانی نفقه میگیرد. مبلغی که به گفتهش کافی نیست. من گوش نمیخرم. من گوش خریدن پول ندارم. برای که مبلغ نمیرسه. 1 کیلو گوش 80 سومون است. یگام کستر به خاطر فرزند به خاطر خود گوشت به پول نمیتیته. چنین همین مبلغی داشتگیم خرید میکنم روزگاری خانه را میبرم. این زن 60 ساله 4 فرزند دارد. 3 نفر آنها از پی زندگی خود رفته و به مادری تنها کمک نمی کنند. حجم نفقه در تاجیکستان وابسته به سابقه کاری از 180 تا 1,500 سومانی است و بازنشسته ها می گویند با این مبلغ نمی توانند زندگی خود را پیش برند. ملکه ظریفова هم با وجود بازنشستگی ناچار کارش را ادامه می دهد تا خود و دختری معلولش را تامین کند. در داروش نمیرسه. مادر به تنهایی دختری 38 ساله معلولش را پرستاری می کند. او با کوچه‌روبی 500 سومانی معاش می گیرد. کمک اجتماعی به دختر معلولش 350 سومانی بوده است. جمعاً 1030 سومانی می شود. اما می گوید برای زندگی کافی نیست. آب میتونم هر ماه 6 ماه 350 سوم پول آب میتونم. هر ماه مینیمالی 280 پول سوید میتونم. پول سوید میتونم. مالاش نمیخرم برای دخترچم. روزگاری خونه میکنم. من یگام چی پس پرداخت ندارم. پس پرداخت ندارم که من مثل یگام جمعه فایده ندارم. من غیر اهمی کاری دوباره نکیم. بعد این پرداخت ها در دست ملکه 400 سومانی میماند. با این نه تنها خوراک یک ماهه 2 نفر بلکه باز داروواری خریداری میکند. یا برای عصبه چند پله و یا تبلت که برای خون میرکو روزگاری سخت به سلامتیش اثر کرده است. برابر دختر بیمارش برای طبابت خود نیز به مبلغ علاوگی نیاز دارد. پنسه 9 کیلو ای. در من 24 سال استاژ کاری دارم و 28 سال کار کردم. در همین چیسله در همین ساعت هازی من کار کردم. من پنسیونر کار کردم. آمده همین داروواری که برای عصب خدمت برای عصب دخترچه کسلی اینوریتم پیر و گروپ ای من خریدار کردن نمیتونم. خریداری کردن نمیشه. طبق امور رسمی حالا در تاجیکستان بیش از 500,000 فردی از 60 ساله بالا زندگی میکنند که 6% اهالی این کشور را تشکیل میدهند. بسیاری از سالمندان به دلیل کم بودن نفقه دستنگری فرزند و نزدیکانشان میشوند. از بیماری ها اذیت میکشند یا تا آخر عمر کار میکنند. با وجود آنکه تاجیکستان بودجه خود را اجتماعی مینامد، معاش و نفقه در تاجیکستان در قیاس به کشورهای دیگر منطقه از همه پستر است و ملکه این را بهتر از همه میداند. بالوروی نفقه میگوید او به اندازه نیست که او را وادار به بازنشستگی و راندن دولتی پیری کند.